ابرمغزها به روز پیاده سازیتون خوش اومدین. این چند روز گذشته با درستون چطور گذشت؟ درباره اعداد و قدرت اعداد صحبت کردیم. این هفته درس پیشرفته تر بود. به همین دلیل باید به خودتون وقت بدید تا اطلاعاتو هضم کنید. اگر با صبر و حوصله تمریناتو انجام بدید، به تدریج اعداد براتون ملموس‌تر میشن و میتونید اونها رو تجسم کنید، مثل تاریخ تولدها و سالگردها، شماره‌های پین، کدهای پستی و شماره کارت‌های بانکی، شماره بیمه، شماره حساب و کلی چیزای دیگه. پس این واقعا یک قدرته. میخوام یه مرور سریع داشته باشم. درباره ارتباط ابتدایی صحبت کردیم و اینکه اعداد رو به تصویر تبدیل کنیم، مثل شماره 7 که رنگ کمانه، ولی در فهرست دیگه شماره 7 چوب هاکی بود، یا شاید در لیست شنیداریتون 7 رو به هیون ربط دادیم. پس ما تکنیک‌های زیادی یاد گرفتیم تا با استفاده از اونها همه اعداد رو به حافظه تصویریمون بسپاریم. این کدهای باستانی که بهتون یاد دادم خیلی قدرتمند هستن. من خودم هر روز در همه بخش‌های زندگیم ازشون استفاده می‌کنم. سخت‌ترین چالش این سیستم عددی اینه که در ابتدا خیلی پیچیده است و باید وقت صرف کنید تا این کدها رو حفظ کنید، ولی همین که کدها رو یاد گرفتین، اعداد براتون زنده میشن و یک کهکشان از اعداد و تصاویر دارید و کار براتون خیلی راحت تر میشه و وقتی نیاز به استفاده از اعداد بشه دیگه ترسی ندارید. حتی کار کردن با اعداد براتون خیلی جذاب هم میشه. یادگیری این سیستم اعداد علاوه بر اینکه کار با اعداد رو برای شما راحت تر میکنه، یک تمرین فوق العاده هم هست برای افزایش خلاقیت و حافظه، چون خلاقیت داشتنی نیست بلکه انجام دادنیه. هیچ کس مادرزادی خلاق نیست، بلکه با انجام تمارین مختلف خلاق میشه. خیلی از افراد احساس میکنن که خلاق نیستن و قدرت خلاقیت کمی دارن. میخوام بهتون بگم که خلاقیت چیزی هست که با تمرین میتونید اونو ارتقا بدید. پس هرچه بیشتر تمرینات مغزی رو انجام بدید، خلاقیتتون هم بیشتر میشه. پس سخت‌ترین بخش درس‌های این هفته حفظ کدها بود که چطور کدها رو سریعتر یاد بگیرین. امروز یک تکنیک دیگر رو برای حفظ این کدها بهتون میگم. پس مثل همه روزهای پیاده سازیمون یک بخش فیزیکی هم برای اون داریم. خب دقت کنید. یک بار تر دستی داشتیم، یک بار دیگه یوگای ابرمغز انجام دادیم. هفته پیشم یه حرکت خاص داشتیم. این هفته میخوام با توجه کردن به بدنتون کدها رو حفظ کنید، چون اگر بتونید کدها رو حفظ کنید، کار با اعداد براتون مثل آب خوردن راحت میشه. خب بریم سراغ تکنیک امروز. آیا مکانها رو روی جسمتون به یاد دارید؟ خب ما مرور میکنیم. شماره 1 چی بود؟ شماره 1 فکر کنید بالای سر. آفرین. شماره 2 چی بود؟ بینی. خوبه. شماره 3 چی بود؟ دهان. شماره 4 گوشها و شماره 5 فکر کنید حنجره. شماره 6 چطور؟ شانه ها. و 7 چی بود؟ ترقوه. و 8 انگشتان. 9 شکم بود. و در نهایت شماره 10 چی بود؟ نشیمنگاهتون. آفرین. این کار رو انجام بدید. خیلی هیجان انگیزه. میخوام که دوباره فهرست بدن رو مرور کنید، ولی این بار فقط اولین حرف بی صدای اون عضو بگید. پس کلمه رو به شکل کامل نگین، فقط حرف اول بی صدای اون عضو بگین. خب پس شماره 1 چی بود؟ بهش فکر کنید. شماره 1 تا به معنای بالای سر، پس میشه تا. دومی چی؟ نا. سومی چی؟ ما. چهارمی را. این حرف صدا داره، پس اولین حرف بی صدا آر میشه. خب 5 چطور؟ لا. و 6 شا. شماره 7 کا. و 8 چی؟ فا. شماره 9 چطور؟ با. اولین کلمه بلی. در نهایت شماره 10 سا و اولین کلمه سی. پس شما این کدها رو روی مکانهای بدن ذخیره کردید. اونو تمرین کنید. خیلی برای حفظ کدها بهتون کمک میکنه. وقتی این سیستم عددی رو یاد بگیرید، دنیای جدیدی برای شما باز میشه. مثل همه روزهای پیاده سازی 4 کار رو باید انجام بدید. خب شماره 1 اگر یک روز رو جا موندید، حتما برگردید و اون جلسه رو تماشا کنید. شماره 2 جلساتی رو که میخواین عمیق‌تر بررسیش کنید، دوباره تماشا کنید. فقط باید کدهای امروز رو دوباره مرور کنید. شماره 3 حتما تکلیف رو انجام بدید. بخش اعظم تکالیف این هفته چی بود؟ این بود که برای اعداد 1 تا 100 تصویر مناسب پیدا کنید. خیلی هم عالی. در نهایت شماره 4 برید پیش دوستاتون و چیزهایی که اینجا یاد گرفتید رو با اونها به اشتراک بگذارید. این کدهای باستانی رو به اونها هم یاد بدید تا اونها هم با این ایده‌های جدید آشنا بشن. ممنونم که این روز پیاده سازی رو تماشا کردید. جلسه بعدی میبینمتون. فعلا خدا نگهدار.